السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چنان که میبینین قبرستان ها را پیشتر نرفتیم، یک جو مکان در ویدیو نکردیم. یعنی 40 صحابه در اوج از دنیا گذشته، یعنی همیشه دعوت اومدگن الله سبحانه و تعالی گناهاشون عفو و مغفرت بگردانه ان شاء الله که اونها اهل جنت هستند. یعنی مطلب از ویدیو کردن قبرستان ها، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما بسیار قبرستان ها را زیارت کنید که اونها شما را یادآوری از آخرت میکنه. خب کل نفسی ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ است، چی زن باشه، چی مرد، چی اپا، چی خواهر، چی پولدار، چی به پول، هر کسی که باشه این نفس یعنی این مرگ میچشن. با همون خاطر پیشکی ما باید تیوری ببینیم نه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، یعنی بترسین از آن روزی که الله میگه که شما بر میگردین به سوی پروردگار. الله سبحانه و تعالی ما و شما را جون شخصیت های بگردانه که وقتی که بر میگردیم به سوی پروردگار الله گناه های ما و شما را عفو و مغفرت کنه. کلنا خطاؤون و خیرنا التواب، همه ما خطاگر هستیم، خطا میکنیم، گناه داریم و بهترین ما همایی که گناهاشون اقرار میکنه و توبه میکنه از پروردگار. الله سبحانه و تعالی ما و شما را جون شخصیت های بگردانه که الله توبه ما و شما را قبول بگردانه. که الله میگه یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی او روز میگه شما را یگان چیز یاردم رسانده نمیتوانه، نه ملک و مالی شما که چقدر بای هستین، چقدر خانه های کلان دارین، چقدر ماشین های قیمت دارین، اونها شما را یگان چی یاردم نمیتونه. یا اینکه بعضی همون 10 فرزند 20 فرزند دارین که فرزند هامون بعضیاش چمپیونن، بعضیاش مثلا پولدار خوبن، بعضیاش وظیفه خوب دارن، بعضیاش مشهور دیگه و دیگه هستن. اونها الله میگه در قرآن که اونها یاردم کرده تا نمیتونن مگر که چی کنه همون انسان نزد الله و طاعت عبادت الله بر بگرده و دل پاکی در اون دل نه کبر داره، نه غرور داره، نه حسد داره، نه کینه داره، که میشه با طاعت عبادت الله بود. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از اون جمله شخصیت های بگردونه که با طاعت عبادت الله باشیم. خلاص گپ خیلی که میبینین در بین اینها هستن انسانانی که پولدار هستن، وزیر هستن، هستن که گفت که پا به نهایت و به نهایت کارگر کلام بدن، لیکن متاسفانه با همراهشان یگان چیزا نبردن. هر خیر صدقاتی که در دنیا کردن همونها میمونه اگر به خاطر الله باشن و هر طاعت عبادت الله کرد، چی نماز خوان، چی تلاوت قرآن کرد، چی امر معروف نهی منکر کرد، خیر صدقات کرد، هر کاری که خاص به خاطر الله کرد همون عملها با همراه او میباشند در قبرستان و اگر نه وای بر حال ما و شما. و همون خاطر الله گناه های هر یک ما و شما را عفو و مغفرت کنه. قبرستان ها تیز برین، کسی که پدر مادرتان از دنیا رحلت کرده، کسی خویش اقرباتان خاص به خاطر الله برین دست به دعا کنید که پروردگارا گناهان این برادر ما را عفو کن. برادرم که در دنیا به خاطر الله برادری میکرد، پدرم که به خاطر ما شده گفتی گپا بعضی نمازها را شاید قضا کرده باشه، طاعت عبادت الله دور شده باشه، به سبب ما، به سبب فرزندهاشون که رزق و روزی فرزندها را میکفت. یعنی هر یک فرزند باید برای در حق پدر و مادرش دعا کنه که پروردگار گناه اونها را عفو مغفرت کن. پروردگار اونها نمیبودن ما به دنیا نمی آمدیم، پروردگار اونها سبب شدن ما به دنیا آمدیم. پروردگار با یگان خطاگی ما رو اونها رو در عذاب گرفتار مکن. با اون خاطر هر یک ما و شما پدر مادر داریم، بعضیمون گذشتگی دنیا، بعضیمون قید حیا هستن، حرکت کنیم دعای اونها را بگیریم تا اینکه اونها در حق ما دعا کنن. الله نگهبانتان باشه، هر کجا که باشین در حفظ امان الله باشین. یک یادآوری بود از قبرستان از شهر دربند، خداوند هر یک ما و شما را نگهبان باشه، تیزتر و تیزتر قبرها را زیارت کنین تا اینکه در حق این برادرانی که نیاز به دعا هستند در حق اینها دعا کنید پروردگار گناههای اینها را عفو مغفرت بگردان. و هر قبرستانی است که برین زیارت کنین ببینین که ماشین داشتن، بعضیش سمالیات داشتن، بعضیش خانه های کلان داشتن، بعضیش بگیم زن فرزند زیاد داشتن، لیک همه را ترک کردن به خانه آخرت آمدن. خدا نگهبانتان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.